Assalomu alaykum, xush omadid ba kanali Xushbaxt TV. Man xostam videoyi navbatiro ba sunnati Rasuli Akram baxsham. Dini Islom, dini haq. Az chaqadar saxiy va mehribon budani Alloh ba mo xabar merasonad. Ma hatto ba nushidani ob savobhoyi behisob girifta metavonim. Kifoya az hangom nushidani ob sunnati oditarin va osonu foydavaro ijro kunim. سنت‌های رسول اکرم نه تنها با ما اجرهای بی‌بها می‌دهند بلکه به سلامتی انسان فایده‌ور بودن این عمل‌ها را حتی علمان غیر اسلام تصدیق می‌کنند. رسول اکرم پیش از نوشیدن آب بسم الله الرحمن الرحیم می‌گفتند و آب را نشسته با دست راست با حصه‌های خرد جدا نموده آهسته و بی سراسیمگی می‌نوشیدند. باز گفته می‌شود که رسول اکرم آبی پیاله را اساساً در 3 نفس می نوشیدند و بعداً ختماً الحمدلله گفته به نعمت دادای الله شکرانه می آوردند. رسول اکرم همه وقت آب را نشسته می خوردند. در حدیث گفته شده است که رسول اکرم باری آب را راست ایستاده نوشیدند. با عقیده علمان دینشناس رسول اکرم این کار را به آن خاطر کردند که خواستند به امتان فهمانند راست ایستاده نوشیدن آب حرام کرده نشده است ولی برای سلامتی انسان ضرر آور می باشد. در دیگر حدیث چنین گفته شده است اگر انسان می دانست که آب را راست ایستاده نوشیدن به معده آن چگونه ضرر دارد او حتما آب خورده‌اش را قی می کرد. در طب معلوم است که شکل معده آدمی نشسته از راست ایستاده فرق می کند. هنگام راست ایستاده نوشیدن آب آن از معده راست به روده 12 انگشته می‌گذرد و این به میکروفلورای معده ضرر می‌دهد. هر یک قطره آبی که ما استعمال می‌کنیم باید ارگانیسم را از تاکسین‌ها تازه کند ولی هنگام راست ایستاده نوشیدن آب آن زود به پیشابدان می‌افتد و ارگانیسم را تازه کرده نمی‌تواند که این به بیماری گرده سبب شده می‌تواند. هنگام نشسته نوشیدن آب اول در معده مدتی معین قرار یافته با کسلت معده آمیخته می شد و تاثیر میکروب‌های ضررآور را پس می کند. رسول اکرم آب را آهسته و بی سراسیمگی با حصه‌های خرد می نوشیدند. در علم چنین اثبات می کنند آب را سراسیمه و در یک نفس مقدار زیاد نوشیدن بیماری جگر را به وجود می آورد. هنگام نوشیدن آب گرم برای کمی آن را خنک‌تر کردن ما اساساً به پیاله پف می کنیم. رسول اکرم این کار را درست نمی شماریدند و با پیاله پف نمی کردند. عالمان حاضر اثبات کردند که ترکیب آب را محیط اطراف و حتی آواز نیز عوض می کرده است. آب معجزه الله بوده او خاطره دارد. هنگامی به آب آیت های قرآن را خواندن آب خاصیت شفا بخش حاصل می کند. این را در علم در لابراتوری های زمانوی در تجربه های علمی اثبات کردند. در حقیقت آب خاطره دارد و او هر یک حادثه آواز و حتی کیفیت انسان را در خاطر خود نگاه داشته ترکیب خود را وابسته به آنها عوض می کرده است. حتی اگر زن هنگام پختن خوراک کیفیتی بد داشته باشد کیفیت آن حتما به ترکیب آب خوراک می گذارد و می تواند به استعمال کنندگان خوراک تاثیر منفی رساند. اصلی سبب هنگام تمام پختن نیز قلب من را پاک کرده من لازم بوده است. خوراکپزی را نیز با نام بزرگ بخشنده الله آغاز کنیم. اگر شما این ویدیو را تا آخر تماشا کرده باشید التماس حتما در کامنتاری درباره این خبر نویسید. برای من این خیلی مهم است تا صفت این ویدیو را فهمم.